جمع کثیری از مردم عراق با تجمع در میدان تحریر بغداد خواستار اخراج گروهک تروریستی منافقین از خاک این کشور شدند. الله الله يا بابا السلام عليك يا بابا قلني المنثور يا بابا حدقرن دقرور يا بابا الله 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 مهدور يا الله خبر الارهابيه والارهابيه. ما ننسى منظمه خلق الارهابيه باعدام العراقيين والعده غيره وعده ناموس يطلع منظمه خلق الارهابيه. الله اكبر. نحن السكان تعرفون خلق الارهابيون الترتاغيون ونسلنا والعشلك اشهر الارهابيون داشت بخشین حساب ما 40,000 دینار میشه. این میشه زودتر بدیم، ما میخوایم بریم آپاندیس هم درد میکنه. 20,000 تاش بابا خرج رگمون، 20,000 تا هم آپاندیس سر کنیم دیگه بابا. چی 35,000 تا 5,000 تا حالا بکشی که چی آخه؟ دست تا چه کاریون 5,000 دینار آمده. نحن آمدیم هنا به خاطر حنا. شما میجی کن احنا یعنی شلون لتسخير السفارة البریتانی، یعنی همون سفارت انگلستان، چون گفتن فی داخل ایران بسته شده واحد شعبه و یفتحون هنا، یعنی یه شعبهش اینجا وا میکنیم. ما نحن نطلب اخراج القاعده، یعنی میخوایم که برن بیرون القاعده و کل شعب عراقی، یعنی همه شعب عراق و مردم عراق هم بریزیم بیرون. و نريد من نظام ایرانی و نظام ایرانی میخوایم که اهلا و سهلا و قدوم الارهابیون، یعنی قدمای ارهابیون تروریستان من الفیلق القدس علی عینی، یعنی رو چشم. اتمنى لكم التوفیق و النجاح من الدیمقراطیه الی دیکتاتوریه، از آزادی تا دیکتاتوری. نرحب بكم الضيوف الكرام. اني شيخ جاثم جبار معمورم كي في جان یعنی نمیخواد، یعنی فارسی میفهم. آقا همه ایران رفتن راستی. بله آقا، من به عنوان یکی از شیوخ عراقی اینجا در جمع شما حاضر شدم. خودم کشاورز بودم سال 1933. تروریستا زمینمو گرفتن. اومدم اینجا اعلام میکنیم که اینا 2 هفته وقت دارن که عراقو ترک کنن. همینطور خود آقای بان کی مون هم که از اینا حمایت کرده 3 هفته وقت داره که سازمان ملل رو ترک کنه. تو این مدت هم اتحادیه اروپا باید اروپا رو ترک کنه. ساختمون کنگره هم باید کامل تخلیه کنن بدن دست مجلس اعلی. از ناتو هم میخوام که از این ناتو بازیاش دست برداره. یه ضرب العجل هم برای همه شما لاشخورا در نظر گرفتیم. آقا نیم ساعت وقت دارین این قوزی و چلو کباب و قرمه رو همه رو بزنین تو رگ. آقا 1 2 3 الحمله ناچس بزن یه خور برمان دیگه اومد. بر طبق ضرب العجل دولت عراق، گروهک تروریستی منافقین حدود 2 هفته فرصت دارن خاک این کشور رو ترک کنند. محمد رضا حسینی بای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بغداد.